نوع سوم اینا معلمان خیلی سر کلاسش که اصلا نمیتونی بخوابی. خب دوستان عزیز، همونطور که دارید مشاهده میکنید در این صفحه ما اونو بیدارش کن. جانم آقا. مگه من مسخره تو هم؟ پاش برو بیرون، پاشو برو بیرون. آقا ببخشید. گستاخ. نه تقلب میرسونه نه میذاره تقلب بکنی و وای به حالت اگه تقلب کنی. دوستان عزیز، من رو همتون اشراف دارم. کوچیکترین نشانه از تقلب ببینم ورقتون رو گرفتم. ورقتو بده. آقا تو خدا ببخشید. برو گم شو بیرون. چه انضباطی چه درسی حواستو که نداره، هیچ از اولین فرصت هم واسه خورد کردنت استفاده میکنه. نمره تستو دیدی؟ آقا ببخشید. خاک تو سر. این واسه درس خوندنه؟ آقا جبران میکنم، فقط شما لطفا این نمره قبولی به من برو بدید. گم شو بابا، همیشه از این حرفا میزنی. خدافظ. برو. هر وقت هم مدیر رو میبینه فقط ناله میکنه. آقای یزدان خوبی؟ این چی شده؟ انضباطی چون ناراضی‌ام. آقای مدیر به خدا سر کلاس من انقدر اذیت میکنه. پدر منو این بشر داره آورده، همیشه سر کلاس حرف میزنه، میخوابه، این ور اون ور، اصلا نظم کلاس منو به هم زده. واقعا من که ازش راضی نیستم.